یوتیوب یوتیوب یک ساعت در داخل لیفت گفتیم که آشیانه 70 من بر آمده. یک در لیفت کشاده شدیم می‌بینیم که هولم در آشیانه یکمیم. بو اونجا الان جای شاقاورش می‌بینیم و حلوات می‌بریم و می‌ترسیم. اولا ما را در این تراموایچه سوار میکنن، رسم خاطره‌ای میگیرن. Hello, brother. 3, 2, 1. 1 2 3 The camera بقى الكاميرا ده بقى على الكاميرا جانا بیا جانا بیا بیا کی پزمان شدم من لا اله الا لا اله لا لا اله لا لا اله این رسم مونالیزا مستر بین در کنار رسم جزیره ترکم الان همون مونالیزا نشناختم. بسیار مرده که با آبرو میتوه، بسیار انسان زنده دل میتوه، چشمک میزنه. ماتماتیک مشهور دنیا استاد مرد بزرگ برادر عزیز ما امک بچه اینشتین این مرد خوب اینشتین ما شما را میشناسیم شما ما را نمیشناسیم ما از تاجیکستان هستیم ای آفرین بسیار چیزا را اختراع کرده اگه مرد که بزرگ خدمتش بسیاره آفرین اینشتین اولین هوانورد خانم زیبا خطی میگیم یک پرواز کنیم طرف تاجیکستان بیشتاسا میریم این خاله گلخمارا همین خیلی مهمون نوازی است خاله گلخمارا که فقط آدما را چای میده مهمونداری میکنه که خاله گلخمارا شناختم این خانم زیبا را راستیگه بینندگان عزیز نشناختم این خانم زیبا را راستیگه نشناختم نه که چهرهش بسیار خوشروه این برادری که موی سری سفید داره این هم نشناختم نه که اینجا بسیار شان نشناختم اگر راستیگه بگم برادر عزیز ستاره را نمیشناسه خیلی هنرمند تمام دنیا میشناسه تشریف خلیلوف تنیسیست مشهور دنیا رقم 1 رافائل نادال از پرتغالیا مشزن رقم 1 دنیا محمد علی خیلی نمیدونن این مردک در دویدن خون نداره حسین بول خیلی ماشین مرسدس میدوه فوتبالیست رقم 1 دنیا کریستیان رونالدو با تشریف خلیلوف یشم فوتبالیست رقم 1 دنیا از ارژانتین مسی سیاب بچه خوبای مسی چند بار دیدمش همین سلام علیک میگیره خرسند میشم آفرین قیمتترین بازیگر دنیا که هر یک بازی در میغلطه یک جوش میشکنه نیمار فوتبالیست رقم 1 ترکیه اردا تورا به خاطر که خطی مسی در یک کمانده بازی کرده گیه اگر خطا نکنم میخائیل شوماخر فرمولا 1 که بسیار تیز های میکنه شوماخر استاد پنجی انایف مایکل جکسون
هنرمند مردمی جمهوری ترکیه، یکی از شاگردای استاد هنرمند مردمی عبدالله نظری. تو صرفی نازی محرم نازی هی سنم. اینا همه شاگردای من، انسامبلی تشریف خلیل صرفی نازی محرم نازی هی سنم. راستی پامی اما کی من نشناختم، موی سر جنگیله خواب داره غمش نمیتیم میریم. Baby, 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 hey! Justin Bieber! ها مردک سر پولیش کرده بیاد تاجیکستان ما خیلی سر را تبابت میکنیم اکر سر پولیش های ما علفای طبیقتی تبابت میکنیم. 500 گرم اصل توزه خوالی که میگیری خطی 500 گرم اصل توزه دنگره ارارش میکنی درم خیلی سرا میشه که 100% موی سر بدر میکنی. وین دیزل hey! از فیلم های تصویری که بسیار کودکان دوست می‌دارند، تام کروز هنرمند مشهوری در او هی جکی چان اکی جکی چان نیها تاجیکستان بیا مردمی تاجیک شما را بسیار تماشا میکنه دوست می‌داره نیها جکی چان شرک شتیماله فیونا کوفیونا. نگفتن امانه که در این آثارخانه تمام ستاره های روی دنیا را دیدن ممکن است. بسیار شوق آور. خواهش میکنم استاد جا را نرسه نخپین ستاره را جزیر نکنین. همین با مناسب آمده رفتار خوب قدی تماشا کنین. چرخان فلکه مرا و چرخان مردی جان وای. هنرمندی ترکی در بسیار سلسله فیلم ها نقش بازیدگی نامش نمیدارم، یکی انسانی خوب مینماید. سلام علیکم شما نازنین گلنوره دیجا طاقه ششته نگزیق باشی بیا میبرم طرف تاجیکستان ایجا شروع بود آوش تازه مایلی خواهی دیگه مایلی میرم تاجیکستان. این اشم فوتبالی رقم یک دنیا بکخیم بسیار زور بازی میکنه اکی بکخیم برد پیت هنرمندی مشهوری دنیا اکی برد نبی یک تاجیکستان یک طرف ورزابت میبریم طرف هیستورت میبریم میره یک پیاله چای تاجیکی را مینوشی بسیار راحت میکنی اکی برد اپا انجلینا جولی فهمیدیم که قطعی برد پیت زندگیت ویران شد جدا شده بسیار غمگین شدیم. خزیق نشه این دنیا با امیده با میگی یگان تگشه صاف زیق نشه ما همین جایم تشریف همین جایم. خب قطعی اکی برد پیت یک سلفی کنه شلال پوک ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من. چون آسمانی روشنی چون آسمانی روشنی لبخند گل در گلشنی از من جدا و با منی من دوست میدارم تو را. اگر راضی باشی بیا میریم تاجیکستان در اونجا خانت میخرم باور کن. بسیار انسانی صمیمیم زندگی را بسیار دوست میدارم. انا اگر راضی باشی جای ما تاجیکستان هم بسیار جای بسیار خوب است. مردم مهمون نواز هستیم. از آسمان ستاران آفتاب میارم. ای بهرنه ماینه کیتت میگیرم. فقط راضی شد تمام. شیرینی ما. خب بینندگان عزیز ما تمام ستاره ها را دیدیم. ما از اینجا میبریم. سلامت باشید به شما براری کور. هی حالا تماشابینان عزیز
ما در میدان تقسیم در کوچه استقلال قرار دادیم که هزار سیاحان از گوشه و کنار دنیا در کوچه استقلال قرار دارند. اساساً میدان تقسیم سیاحان در شب بیایند. ترانه‌خوانی و رقص و سرود و بازی ها همش در شب برگزار می‌گردد. یک عجایبات است، عجایبات عالم. اینا مردم برادر از کرد زبان برای ترانه‌خوانی می‌کنند. تماشابینان عزیز، در اینجا گروه هنرمندان با صدای زنده ترانه میخونن، مردم گیر میکنن. حالا چند قدری که قدرت داشته باشه همون قدر مبلغ میتن. یکی جای پول کارکنی زور بده است، بهترین جا. اینجا گروه برادرها با یعنی سروهای زنده میخوانن. ببینیم اینا کی باشن. یک ترانه دیگه برادر، یک ترانه دیگه. بله. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب. اینا از تاجیکستان هم برادرای تاجیک هم هستند در. سلام علیکم. یا رنگ ما به حال در. نداری سادم و بیرنگم گل سنگم همه گردم مثل توفان بره گردم همه آهم همه دردم مثل توفان بره گردم قرشک بزنم آواز خسته نباشم حبی دا برو تا جلو ساعت 11 شد حالا ببی جایی مغازه و آشخانه ها بسیار و نرخشان در آسمان به نهایت قیمت. یک مایکه قریب 150 سومانی با پول ما. اگر در ترکیه لباس ها را یک لوخ بگیرید ارزان است، اگر دانکی بگیرید به نهایت قیمت است. دلم ما بابت ما ایل ما دلم ما بابت ما ایل ما ابلا می آید وی پلا می آید خلا جهار زنه نمانی نو می آید دلم ما بابت ما ایل ما دلم ما بابت ما ایل ما همی طرف بیاید بسول بعد از چند لحظه کارمندان امنیت آمده تولگزنی من را برده محکم کردن. پس آن در تلویزیون دیدیم که برای چپ ضرب تاجیکی نواختنش 70 سومون جریمه‌اش کردن. قریب نیم ساعت ترانه خواندیم، مردم جمع نشید. با فکرم که آواز معقول شون نشید. خیلی چیکار کنیم دیگه طرف میریم.
اینجا مرد و زن هر دوش نابینا هستند، فقط نوازش میکنن، نوازش نه. دیدم نگار خود را، دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشت ربابه میزده یک ترانه. ساعت 12 شب شد، ما از میدان تقسیم میرویم. با امید این مردم بستیم، این مردم تا سحر در این میدان تقسیم ما رفتیم. بینندگان عزیز، شهر استانبول بسیار جایهای تاریخی و آثارخانه‌های قدیمی دارد، اما متاسفانه ما را در داخل آثارخانه‌ها نوارگیری نمانده. گفتن که برادر از که تشریف در داخل ممنوع است. به همین خاطر ما آزادتر برای شما نوارگیری کرده نتوانستیم. خب به قدر امکان خیلی نوار گرفتیم، اما خیلی که ما می‌خواستیم اما خیلی نشد. اکنون میرویم به تاجیکستان. تاجیکستان را بسیار یاد کردیم، مثل تاجیکستان ما در روی دنیا نیست. تاجیکستان زنده باد. Kasih semua, enggak cuma saya. نمایش سوم برنامه از دوری‌های دور را از شهر استانبول جمهوری ترکیه منظورتون گردانیدیم. سرپرست کل برنامه ما رزینای نیکسن و اکومولاتورهای برس و قینر و ویستا می باشد و اینچنین شامپونی شرکت نجات و آرداب امچیک. مردمی که موی سر ندارند ترکیه برای چسباندن موی سر میویند، لیکن یک دکتر به من گفت که از داروخانه هایش شامپون هایش رو استفاده برید، هم ارزان، هم دسترس، هم فایده بخش و هم بهترین. السلام علیکم ابی. سلام علیکم. بینیم اویلیم انا بر شامپان احتیاجم انا varki saçı sağlam laştırsın, ana viç karsın. Öyle bir şey var abi, bizde mesela markası Necat şampuan, Necat ama Necat. Necat. Teşekkür. شامپونی طبابت نجات برای ریختن موی سر، ریشه موی سر رو مستحکم کردن و برای گریبک برآوردن موی استفاده برده می شود. ای مردمی کموی، شامپونی نجات را استفاده برید، موی سرتان جنگل موی می شود. شامپونی نجات برای موی سر عجایب بود.